نگاهی به سهم زنان از مشارکت اقتصادی و اجتماعی در آذربایجان شمالی، ترکیه و جغرافیای ایران. Kalbimin içinde sen, kalbinin dışında ben. Bu hikayede yanan ben oldum. Bir gülüşe kanan ben oldum. Suçlu sen değilsin benim aslında. Her hatana susan ben oldum. همواره یکی از تبعیض‌هایی که جامعه بشری با آن مواجه بوده تبعیض جنسیتی است. بنابراین یکی از بارزترین پیامدهای توسعه قطعاً ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد جامعه است. توجه به حقوق زنان و ایجاد فرصت‌های برابر چه از لحاظ پتانسیل اقتصادی و چه از لحاظ عدالت و اخلاقیات از اهمیت بالایی برخوردار است. طبیعتاً نادیده گرفتن نیمی از جمعیت یک جامعه و عدم ایجاد زمینه برای حضور زنان در حوزه‌های اقتصادی و علمی می‌تواند جامعه را از نیمی از پتانسیل خود محروم سازد. در بعد اخلاقی مسئله نیز هیچ توجیه موجهی برای ممانعت از حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی وجود ندارد. در این ویدئو سعی داریم تا با استفاده از داده‌های آماری 2 دهه اخیر در آذربایجان شمالی، جغرافیای ایران و ترکیه جایگاه و روند توسعه و گسترش سهم اجتماعی و اقتصادی زنان را بررسی نماییم. برای این منظور 3 دسته‌بندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده و با استفاده از داده‌های آماری بانک جهانی 7 شاخص عمده مورد بررسی قرار گرفته است. حوزه سیاسی، درصد نمایندگان زن در پارلمان کشورها. از آنجا که وظیفه پارلمان قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت‌ها بوده و می‌تواند تأثیر بسیاری بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، حضور گروه‌های اجتماعی مختلف در پارلمان می‌تواند متضمن جلوگیری از پایمال شدن حقوق آن gruh şöyle و زمینه را برای توسعه عدالت و رفع انواع تبعیض‌ها در جامعه را فراهم آورد. Burası er meydanı falan değil. Burada kadınlar var. Önce bir ona bakın, ayağınızı ona göre denk alın. Er meydanı diyerek burada konuşma hakkına sahip değilsiniz. Burada kadın milletvekilleri var, kadın çalışanlar var. O laflar size kadın hareketi o lafları yutturur. در کشور آذربایجان شمالی در سال 2000 زنان 12% از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند که این رقم در سال 2019 به 16.8 رسیده است. هرچند این کشور طی 19 سال از رشد خوبی برخوردار نبوده، اما در قیاس با بسیاری از کشورها، حتی برخی کشورهای اروپایی، وضعیت بهتری دارد. کشور ترکیه نیز در سال 2000 تنها 4.2% از کرسی‌های مجلس را به زنان اختصاص داده بود، اما سهم زنان در حوزه سیاست در طی 19 سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و سهم زنان از کرسی‌های پارلمان ترکیه به 17.4% رسیده است. اما در جغرافیای ایران سهم اندک زنان در حوزه سیاست پس از گذشت قریب به 20 سال همچنان بسیار ناچیز بوده است، به طوری که در سال 2000 سهم زنان از کرسی‌های مجلس 3.4% بوده و در سال 2019 با اندکی افزایش به 5.9% رسیده است. آمار فوق نشان از آن دارد که جغرافیای ایران نتوانسته است تا همپای 2 کشور همسایه خود تبعیض جنسیتی در حوزه سیاست را کاهش دهد. حوزه اقتصاد. در این حوزه از 3 شاخص نرخ مشارکت زنان، نرخ بیکاری زنان و سرانه درآمد ناخالص ملی زنان استفاده شده است. نرخ مشارکت زنان. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آذربایجان شمالی طی 20 سال از 56.2% به 63.4% در سال 2019 رسیده است. زنان کشور ترکیه نیز در سال 2000 حدود 26.2% در اقتصاد این کشور مشارکت داشتند که این رقم در سال 2019 به 34% افزایش یافته است. در جغرافیای ایران نرخ مشارکت اقتصادی بسیار ناچیز بوده و میتوان گفت زنان در حوزه اقتصاد سهم کمی دارند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 2000 معادل 13.8% بوده که با رشد ناچیز طی 20 سال
به 17.5% در سال 2019 رسیده است. نرخ بیکاری زنان. نرخ بیکاری زنان نیز یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی توان و وابستگی اقتصادی زنان در جامعه است. مسلماً بیکاری بیشتر در یک جامعه باعث خواهد شد تا استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی در اموری نظیر هنر، سیاست، ورزش و همچنین دسترسی به منابع آموزشی برای زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند محدود شود. بنابراین کشورهایی که زمینه اقتصادی، قانونی و فرهنگی حضور زنان در امور اقتصادی را فراهم کرده و موفق به کاهش نرخ بیکاری زنان شده باشند، علاوه بر اینکه از پتانسیل بسیار بالای منابع انسانی زنان استفاده نمودند، توانستند باعث افزایش استقلال اقتصادی زنان شوند. استقلال اقتصادی زنان قطعاً یکی از مهمترین عوامل احقاق حقوق زنان و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنهاست. نرخ بیکاری در کشور آذربایجان شمالی در سال 2000 معادل 12.76% بوده که این رقم در سال 2019 به 6.3% تغییر پیدا کرده است. اما در ترکیه نرخ بیکاری طی 20 سال گذشته روند صعودی داشته است، به طوری که نرخ بیکاری در سال 2000 که معادل 6.2% بوده به 16.4% در سال 2019 رسیده است. در جغرافیای ایران نرخ بیکاری زنان تغییر چندانی نداشته و در سالهای 2000 و 2019 حدود 18.6% بوده است. سرانه درآمد ناخالص ملی زنان. اگر سرانه درآمد زنان در یک جامعه بالا باشد، آن جامعه قادر خواهد بود تا نیازهای آموزشی و رفاهی بهتری را برای زنان جامعه فراهم کند. البته ذکر این نکته ضروری است که این شاخص در کنار زمینه قانونی و فرهنگی مناسب میتواند کارایی داشته باشد. اما به هر جهت این شاخص یکی از عناصری است که میتواند در پیشبرد رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان مؤثر باشد. در سال 2010 در کشور آذربایجان شمالی سرانه درآمد ناخالص ملی زنان حدود 10,466 دلار بوده که در سال 2018 به 9,850 دلار تنزل پیدا کرده است. اما کشور ترکیه به تبع عملکرد مناسب اقتصادی در بازه زمانی مذکور درآمد سرانه ناخالص زنان را از 10,245 دلار سال 2010 به 15,920 دلار در سال 2018 رسانده است. اما جغرافیای ایران به تبع مشکلات اقتصادی و مدیریت ناکارآمد از درآمد سرانه پایینی برخوردار بوده است. جغرافیای ایران در سال 2010 حدود 5,568 دلار درآمد سرانه زنان را به 5,809 دلار در سال 2018 رسانده است. حوزه اجتماعی. در حوزه اجتماعی نیز جهت مقایسه روند و جایگاه عدالت اجتماعی از شاخص نرخ باسوادی و توسعه انسانی زنان استفاده شده است. نرخ باسوادی با مرور جنبش‌های اجتماعی مرتبط با حقوق زنان در تاریخ جغرافیای ایران نیز می‌بینیم که بحث حقوق زنان از دوران مشروطه آغاز می‌شود و نمایندگی آن را هم شاهزادگان سلسله قاجار یا دختران خانواده‌های اشراف بر عهده داشتند. در طول تاریخ این روشنفکران و طبقه باسواد جامعه بودند که همواره حقوق مدنی زنان را مطرح نمودند. بنابراین برای بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و رفع تبعیض‌های موجود یکی از مهمترین اقدامات لازم تلاش برای افزایش نرخ باسوادی زنان است. آمار بانک جهانی حکایت از آن دارد که آذربایجان شمالی سالهاست نرخ باسوادی بین زنان و مردان را به حدود 100% رسانده است. اما کشور ترکیه نیز آمار قابل قبولی داشته است. این کشور توانسته است نرخ باسوادی زنان را در سال 2018 به 96.5% برساند، در حالی که در سال 2010 تنها حدود 77.7% زنان این کشور باسواد بودند. ایران نیز در سال 2010 شاهد نرخ باسوادی 68% بوده که موفق شده این نرخ را در سال 2018 به 82.7% برساند که به شکل معناداری با دو کشور همسایه خود اختلاف دارد. شاخص توسعه انسانی. هرچند معمولاً شاخص توسعه انسانی برای کل یک جامعه محاسبه می شود، اما محاسبه این شاخص برای زنان یک جامعه
برای بررسی سطح تبعیض جنسیتی در یک جامعه حائز اهمیت است. به شکلی که بالا بودن سطح توسعه انسانی زنان از یک سو به مفهوم توسعه جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و از سوی دیگر نوید بخش آینده‌ای بهتر برای زنان آن جامعه است. شاخص مذکور در کشور آذربایجان شمالی در سال 2010 معادل 71 صدم بوده که در سال 2018 با اندکی افزایش به 73 صدم رسیده است. اما ترکیه رشد متوسطی داشته و از 7 سال 2010 به شاخص 77 صدم در سال 2018 رسیده است. ایران نیز توانسته این شاخص را طی زمان ذکر شده از 68 صدم به 72 صدم برساند. نتیجه گیری: با بررسی وضعیت کشورها در 7 شاخص مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که کشور آذربایجان شمالی از هر دو کشور دیگر عملکرد بهتری داشته و زنان این کشور جایگاه اجتماعی بهتری دارند. در مقابل زنان جغرافیایی ایران بدترین وضعیت را بین سه کشور تجربه می‌کنند. با بررسی و مقایسه سه کشور همسایه که بافت فرهنگی نزدیک و دین مشترک دارند میتوان نقش حاکمیت را در عدم کاهش تبعیض جنسیتی به وضوح دید. Equal in the human rights, yes, sure. You've given women in your country their human rights. Mm-hmm. What about equal in intelligence? Well, there are cases, sure. You can always have some exceptions and find fantastic women. Here and there. But yes, but on the average. Do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not to answer. But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man? I can't say. Say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this? No. What can I say? پروژه محدودسازی زنان جامعه در جغرافیای ایران پس از بهمن 1357 به تدریج جای خود را در گفتمان اسلامگرایانه آن زمان باز کرد و پس از 2 سال به یکی از وجوه اصلی سیاست داخلی جمهوری اسلامی تبدیل شد. حجاب اجباری و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان بخش جدایی ناپذیر از سیاست‌های رژیم فعلی است. البته در رژیم سابق نیز شرایط مناسبی برای زنان در جغرافیای ایران وجود نداشت. به عنوان نمونه در سال 1979 متوسط نرخ باسوادی زنان بالای 15 سال در دنیا معادل 58% بوده، در حالی که در ایران این رقم حدود 25% بوده است. برخی معتقدند که در قانون رژیم گذشته برخی از آزادی‌های فردی برای زنان وجود داشته است که در حکومت فعلی آزادی‌های فردی در قانون نیز از زنان سلب شده است. هرچند این نکته کاملا درست است، اما نباید فراموش کرد که در رژیم گذشته نیز هنجارها، فرهنگ‌ها و نگرش‌های سنتی وجود داشتند که به عنوان قانون در بطن جامعه اجرا می‌شدند. بنابراین نگارش حقوق زنان و به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی تنها در کتاب قانون بدون توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و اصلاح این ساختارها همانگونه که در رژیم گذشته وجود داشت نمی‌تواند کارایی داشته باشد. اما پس از گذشت 41 سال از عمر رژیم فعلی، علاوه بر حفظ فرهنگ زن‌ستیزی و سنتی، قوانین نیز به گونه‌ای طراحی شده است که متضمن نقض آشکار حقوق بشر میباشد. دیه نابرابر با مردان، عدم اجازه خروج از کشور بدون اذن قیم و جدیداً نیز عدم اجازه حضور در آزمون‌های دستاری پزشکی تنها گوشه‌ای از نقض آشکار حقوق زنان در قانون رژیم کنونی است. Mayıs 1987 yılında
Türkiye'de ilk kez bir kadın hareketine imza atıldı. Hem de ne hareket? Osmanlı döneminde 1870 yılından başlayarak kadınlar söz söyleme, çalışma, eğitim, aile içinde saygın bir yer edinme ve yalnızca erkeklere ait olan boşanma hakkının kadınlara da tanınması amacıyla birçok mücadele verdiler. Kendi alanlarını yarattılar, kendi adlarıyla yazılar yazdılar, gazetelere kendi isimleriyle okur mektupları gönderdiler ve dernekler kurdular. Peşi yıllarda gerçekleşen savaş ortamı kadınlara siyasallaşma ve militaristleşme özelliklerini yükledi. Kadınlar artık üniversitelerde okuma, devlet kurumlarında memur olma ve fabrikada işçi olarak çalışma haklarına kavuşmuşlardı. Öyle ki İslam dünyasında bir ilk yaşandı ve 1917 yılındaki aile kararnamesiyle poligamiyi, yani erkeklerin çok eşli olmasını kısıtlayan ve kadınlara da boşanma hakkını tanıyan düzenlemeler gerçekleşti. Kadınlar 1926 yılında medeni haklarını, 30 ve 34'lü yıllarda ise siyasi haklarını elde etti. Türk Kadınlar Birliği bu haklar için yıllarca mücadele ettiler. Yani bu haklar aslında her zaman söylendiği gibi hiç kimse tarafından altın bir tepsiyle kadınlara sunulmamıştı. Her zaman olduğu gibi mücadeleyle kazanıldı.